صفحه 17. ضرورت اندیشیدن درباره تفکر. گفتار یکم. در این دوره مفهوم فراشناخت یا اندیشیدن درباره خود تفکر را بررسی و سعی می‌کنیم شما را به مهارت‌های تفکر نقاد مجهز کنیم. کسب مهارت‌های تفکر نقاد توانمند کننده، رهایی بخش و سازوکاری دفاعی در مقابل جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. در ابتدای این دوره با مفهوم فراشناخت و لزوم یاد گرفتن آن آشنا می‌شوید. علاوه بر این، با ارائه مثال‌هایی از اهمیت تفکر نقاد در زندگی روزمره، هدف این دوره را به طور کلی مرور می‌کنیم. منطق و تفکر نقاد. علم و باور در تمام ابعاد زندگی و فرهنگ و تمدن ما حضور دارد. ما هر روز محصولاتی می‌خریم که شامل مدعاهایی صریح یا ضمنی هستند و ما برای خریدی مناسب و درست باید بتوانیم صحت این مدعاها را ارزیابی کنیم. از تفکر نقاد برای بررسی نحوه اداره جامعه هم استفاده می‌کنیم. جمعیت زمین از مرز 7 میلیارد نفر گذشته و باید بتوانیم به نحوی تعادل منابع و جمعیت را حفظ کنیم. ناچاریم فرآورده‌های بهداشتی و دارویی را بخریم و تصمیم بگیریم چه غذایی بخوریم و چه تغییراتی در سبک زندگی خود بدهیم تا سالم بمانیم. این ادعاها مبتنی بر منطق و شواهد هستند. در نتیجه به تفکر نقاد نیاز داریم تا بتوانیم آنها را به درستی ارزیابی کنیم. یکی از پیش‌فرض‌های این دوره این است که انسان چیزی جز مغز خود نیست. مغز اندامی است که توانایی تفکر دارد و خودآگاه است. مغز انسان نه تنها پیچیده ترین اندام، بلکه به احتمال زیاد پیچیده ترین چیز در جهانی است که میشناسیم. به خاطر سپردن، احساس کردن، باور، محاسبه، استنتاج، استنباط، قیاس و همه فعالیت‌هایی که به عنوان تفکر میشناسیم با مغز انجام میشود. مغز ابزاری همگانی و بزرگترین نقطه قوت ماست. بیشتر مردم معتقدند هوش ما بزرگترین امتیاز و برتری ما نسبت به سایر موجودات این سیاره است. در عین حال مغز به طرز عجیبی گمراه کننده و منشأ بسیاری از خطاها و نقاط ضعف ما هم هست. در این دوره سرشت انسانی را هم بررسی می‌کنیم. انسان‌ها واجد منطق هستند ولی ما ذاتاً موجوداتی منطقی نیستیم. ما علاوه بر منطقی بودن موجوداتی هستیم به شدت هیجانی و عاطفی و اغلب تابع هیجان‌های تکامل یافته و منطق تراشی‌های خود هستیم. افکار ما معمولاً راحت ترین مسیر ممکن را در پیش می‌گیرد، مسیری که همواره مطلوب نیست. منطق و تفکر نقاد مهارت‌های آموختنی هستند. ما هرچند درکی ذاتی از منطق داریم، موجوداتی به شدت هیجانی هستیم. ظرفیت استفاده از منطق در ما وجود دارد، ولی تفکر نقاد و منطق مهارت‌هایی هستند که باید آموخت. هیچ کس متفکر نقاد به دنیا نمی آید، همچنان که هیچ کس ویولون نواز متولد نمی شود. هم تفکر نقاد و هم نواختن ویولون مهارت‌هایی هستند که باید سالها برای رسیدن به آن تمرین کرد و ممارست